علم و دانش در دین مبین اسلام بسیار نقش کلیدی دارد و شریعت اسلام مردان و زنان یعنی چه دختر چه پسر را برای تعلیم گرفتن علم دعوت می نماید و اولین آیاتی که از جانب خداوند و پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم نازل شدند این اقرا یعنی بخوان بودند که تلاش و کوشش به خواندن انسان ها را میکنند و پیغمبر خدا در حدیث مبارکشان فرمودند که طلب کردن علم برای مردان و زنان فرض است. از این رو ما باید کوشش کنیم که فرزندان خود را هم پسر و هم دخترها را برای آموزش، تعلیم گرفتن، معرفت گرفتن و کسب آموزی کردن جلب نماییم تا اینکه آنها در آینده در زندگی خود پیشرو باشند، کامیاب باشند و سبب سعادتمندی آنها هم در دنیا و هم در آخرت باشد.